خاطرتون هست که ضربه شهریور 50 رو گفتم و اینکه قریب به اتفاق کادرهای رهبری دستگیر شدند. رضا رضایی در 3 شهریور و به روایتی اول شهریور 1350 در خانه‌های جمعی تهران دستگیر میشه. اما رضا رضایی کی هست؟ رضا رضایی بزرگترین فرزند خانواده رضایی هاست. متولد 1327، دانشجوی در اون ایام دانشجوی سال 5 دندانپزشکی دانشگاه تهران هست. ببخشید، برای دومین فرزند تصحیح میکنم. اولین فرزند احمد رضایی بود 1324، رضا رضایی 1327. پیشتر گفتم احمد به دلایل ارتباطات گسترده که اون موقعها مطلوب نبود بلافاصله در مدارهای تشکیلاتی قرار نگرفت، اما رضا به دلیل هم توانایی‌های خاص و ویژه خودش، هم توانایی‌های تئوریک و همینطور نداشتن روابط گسترده، همراه برادرش هر دو با سازمان در همون سالهای اولیه با حنیف نژاد آشنا شدند، به عضویت سازمان درآمد و جزء افرادی بود که به اردوگاه‌های فلسطینی فرستاده شد، آموزش‌هایی دیدند. از قضا دوره‌های اونها مصادف بود با ماجراهای سپتامبر سیاه در اردن 1970 میلادی و در بعضی عملیات هم شرکت کرد. رضا به خصوص، سایر دوستان نه، ولی رضا معلوم شد که در صفوف فلسطینی‌ها علیه ارتش ملک حسین هم به میزان کم یا زیادش رو اطلاع ندارم، ولی در اونجا فعالیتی کرد. اواخر 1349 اوایل 1350 بیشتر اواخر 1349 به عضویت کمیته مرکزی سازمان درآمد و به این ترتیب جزء اعضای کمیته مرکزی شد و در شهریور 50 هم که گفتم که دستگیر شد. در شهریور 50 که دستگیر شد، بر اساس همون سیاستی که در جلسات پیش هم خدمتون گفتم، تلاشی که رهبران کل سازمان و به خصوص رهبری سازمان داشت که هرچه کمتر مسئولیت ها رو به دوش بقیه بندازه و حنیف نژاد، سعید محسن، عمدتاً این 2 نفر و دیگران تلاششون این بود که با قبول مسئولیت ها بار دیگران رو سبک بکنند. البته خب این یک تلاشی بود، در جاهای جواب داد. نمونهش رو ماجرای لو نرفتن اکبر نبوی نوری و دیگرانی که در اون عملیات حسین قاضی و داود مهرائین بعدی، داود آبادی، اینها لو نرفتن. نکته‌ای که اضافه شد بر این مسئله این بود که این مسئله به خصوص که تلاش در ارتباط در زندان‌ها هم تلاش کردن اسرار و اطلاعات لو رفته رو به همدیگه منتقل کنند. رضا با اطلاع از اون چه که لو رفته وانمود کرد که دچار بی‌انگیزگی شده و یک بازی پیچیده‌ای رو با ساواک آغاز کرد. البته هر کسی نمیتوانست این بازی رو آغاز کنه. این یک بازی راه رفتن بر روی لبه تیغ تیز شمشیر بود، یعنی کاری نیست که از عهده هر کسی بر بیاد و علاوه بر این برای هر کسی هم امکاناتش مهیا نمی شود. باید شرایطی در اون طرف ساواک یا دشمن یا نیرویی که به هر حال شما را اسیر کرده وجود داشته باشد و تو هم توانایی هایی داشته باشی که بتوانی مانورهایی بدهی و البته این مانورها از خطوط قرمزی که حفظ جان یاران هست، لو ندادن اسرار و اطلاعات سازمان و یاران هست، خب باید به اونها توجه کنی. این کار ساده‌ای نیست. فعلا در این قسمت نیستیم. خواهم گفت که
در ماه‌ها و سالهای بعد من و صمدی لباف، زنده یاد مرتضی صمدی لباف، بنا به شرایط مخصوص سال 1354، یعنی 4 سال بعد از اون حادثه، هم در یک چنین موقعیتی قرار گرفتیم که تا اندازه‌ای موفق شدیم و تا اندازه‌ای بعد از دستگیری افراخته طرح ما با شکست روبرو شد. مسئله دیگری است که بعداً توضیح خواهم داد. رضا رضایی با این زمینه‌هایی که داشت وانمود کرد که دچار بی انگیزگی شده، وانمود کرد که به قول امروزی همون موقع تو زندان بریده و از مبارزه خسته شده و این مصادف بود با در واقع سر برآوردن احمد به عنوان نفر اصلی سازمانده سازمان که ساواک با حرص و ولع و با تمام نیرو به دنبالش بود. نتیجتاً این یک طعمه بود که ساواک رو می شود بر اساس اون فریب داد و رضا پذیرفت که در واقع با آمادگی و ظاهرسازی و تظاهر رضا به بریدگی اونها هم پیشنهاد دادند به رضا که در صورتی که احمد رضایی رو باعث دستگیریش بشه و البته به او میگفتن ما اون رو نخواهیم کشت و اون میاد تو و بعضی مسائل یا اسلحه هایی رو که وجود داره به ما بده و با او کاری نخواهیم داشت. رضا هم وانمود میکرد که پذیرفته این مسئله رو و بنابراین رضا رو به سرعت امکاناتی برای رضا پیدا شد که یک، در اکیپ‌های گشتی همراه با گشتی‌ها و نیروهای ساواک به بیرون از زندان بیاد. اساساً بیرون آمدن از زندان، یعنی از چارچوب‌ها و دیوارهای بتونی، این آغاز فراره. ما در فیلم‌ها و داستان‌ها می‌خونیم که مثل فرار بزرگ و غیر ذالک که تونل ها زدند و اینها، اما هر تونل زدنی هم کار هر کسی نیست و در هر مکانی هم امکان تونل زدن وجود نداره. بنابراین یکی از مناسب ترین جاها برای فرار در واقع آمدن از حصار، بیرون آمدن از حصار زندان هست و رضا این کار رو میکرد. فراموش نکنیم در این ایام احمد در بیرون هست و خانواده های ما که خیلی از اون از طریق زنان مجاهد، یعنی همسران و خواهران زندانی ها و مادران، ذیل پوشش خانواده ارتباط فعالی از طریق ملاقات دارند و این حلقه اطلاعاتی به این ترتیب کامل میشه و ما خبرها رو از زندان میگیریم. در این ایام من همونطور که پیشتر خدمتتون گفتم جز یکی از افرادی هستم که مخفی هستیم و درگیر راه اندازی و بازسازی سازمان هستیم و کاظم ظلموار رابط مستقیم منه و قبلترش خب احمد تماس داشتیم و بهرام آرام. در جریان بیرون آمدن از زندان هدف ساواک این هست که رضا امثال ماها رو و در رأسش احمد رو نشان بده در ترددهای خیابانی، چون دیگه خانه ها و فامیل هایی که بشود اونجا تله گذاشت از بین رفته و ضمناً بعد از که احمد دستگیر شد خودش رو آزاد کنه. خب این خیلی میدونیم که احمد رضا اینو به راحتی میدونستی و در یکی از این بیرون آمدن ها ما که خبردار شدیم با عادی سازی یکی از یاران به صورت یک واکسی در آمد که کفش واکس میزنه و به رضا که در میان 5 تن از مأموران ساواک محاصره شده بود و به داخل شهر، مناطق شهر هم بیشتر حوالی بازار و غیره اونجاهایی بود که بسیار شلوغ بود و تردد بسیار بود و این بهانه‌ای هم بود که ما بیشترین قرارها رو مثلا اونجا میذاریم، حالا که در اون ایام دیگه ما اونجاها قرار نمیذاشتیم. از طریق یک عادی سازی یکی از افراد که خودش رو عادی سازی کرده بود و به شکل یک واکسی در آورده بود، به
مأموران ساواک نزدیک میشن ذیل عنوانی که میخوان کفش ها رو واکس بزنن و در کفش رضا دو امکان برای با خیلی با رمز و بسیار مختصر ولی با توضیحات مکفی دو امکان رو به اطلاع رضا میرسونند که چه کار بکنه. رضا بعد به این ترتیب رضا خبردار میشه و در ادامه این مسئله هست که رضا اعلام میکنه که یک صاحب یک گرمابه‌ای هست در بوزرجمهری شرقی حوالی پامنار به نام گرمابه جعفری که این صاحب این گرمابه با احمد تماس هایی داره، یا دقیق تر بگم احمد با او تماس هایی میگیره، میاد و میره، بعضی اوقات مدت ها با او تماس داره و این بهترین وسیله است که می شود با او تماس گرفت و ببینیم می شود از طریق این صاحب گرمابه ردی از احمد پیدا بکنیم. این طرح البته این خود این طرح به دو صورت بود. در اعترافات افراخته هم این مطلب رو گفته شده. تا اون موقع اطلاعاتی دقیق ساواک نداشت که اصلا این چه مکانیزمی بوده و با چه شیوه هایی صورت گرفت. برنامه این بود که این گرمابه جعفری، واقعیت این بود که کمتر کسی حتی از بازاری ها میدانست که علیرغم ظاهرش که در واقع یک دریست کنار خیابان هست و تو وارد میشی و بقیه ساختمان‌های بزرگ و مرتفع و پشت تو در تو، این گرمابه یک گرمابه بسیار قدیمی بود که یک در دیگر هم داشت و این در یک کوچه پشت باز میشد و در واقع به رضا اطلاع داده بودیم که با مأمورین ساواک به اونجا بیاد و دو طرح در واقع دو مرحله داشت این طرح. یک این که اگر بتواند مأمورین رو بیرون قال بگذاره و خودش بیاد تو که بتونه از در عقب فرار کنه. یک طرح دیگه بود، یک راه پله‌ای بود، این گرمابه جعفری که بعدها که از جاهایی بود که بعد از فرار رضا بسیاری دوستان و یاران رو خود من یکی دو بار می‌بردم برای دیدن اون صحنه ها. البته خب اونجا دیگه معلوم بود که دیگه ساواک توقع 24 ساعته کنترل نخواهد داشت. تصادفی میرفتیم زمانهای بعد و یادی میکردیم از اون داستان ها. به هر حال طرح دیگر این بود که در راه پله این حمام جایی که ورود میکنند، وقتی مأموران چه بسا با رضا بیان، قرار میشه که وحید افراخته صحبت از خودش و محسن فاضل میکنه، اما خدمتتون عرض کنم که داستان بیش از اینها بود. یعنی بسیجی بود در حد 5 الی 6 نفر تا اونجایی که من میدانم که 2 نفر جلو صحنش افراخته و محسن فاضل بودند. بقیه افراد مسلح ولی لابلای جمعیت به صورتهای گوناگون مثل آدمهای که تو خیابون هستن، نظیر باربرها و غیر ذالک، چون اون منطقه بازار بسیار شلوغه و حداقل تا اونجایی که من خبر دارم 5 نفر شاید هم 6 نفر هماهنگ بودند که اگر هم درگیری شد در واقع این یاران وارد بشند و با کمک درگیری در واقع بتونیم رضا رو نجات بدیم. در حکایت هست که افراخته میگه که احمد رضایی از او پرسید که بین تو و محسن فاضل کدام یکیتون بهتر میتونید دونده باشید. اون فکر کنم محسن رو معرفی میکنه و خود میگه من هم بد نیستم. احمد به اونها میگه که ما میخوام یک عملیات فدایی بکنیم که ممکنه شما کشته بشوید، ولی میخوایم که یکی از اعضای مرکزیت سازمان رو نجات بدیم. اعلام آمادگی میکنه. این بحث رو احمد
با تعدادی دیگر از یاران اون موقع هم کرد، همونهایی که عرض کردم در صحنه بودند و اینها به صورت 2 بلکه 3 تیم مستقل از هم بودند. یکی از این تیم‌ها به فرماندهی زنده یاد کاظم ظلموار بود و این کاری است که احمد کرد و این سنتی بود که در هر عملی در واقع ابعاد او برای بچه‌هایی که در صحنه بودند و قرار بود شرکت کنند روشن می‌شد. به هر حال اون روز موعود که 27 آذر ماه 1350 است، یعنی نزدیک کمتر از 4 ماه احمد رضایی در زندان، البته طی این مدت مرتب بیرون میاد، به خانه میره و ما بسیار اوقات بچه‌ها او رو دیدند که همراه با مأمورین بود و خب اینجا یک وضعیت بحرانی خطرناکی هم بود. این رو من خوب درک میکنم، چون داستانی خود من بعدها خیلی شبیه این من و صمدیه داشتیم و سعی میکرد رضا حواس مأمورها رو از نقطه‌ای که تردد بچه‌ها بود منحرف کنه و به این ترتیب خوشبختانه هیچ کس در این ترددهای رضا ضربه نخورد تا روز موعود که 27 آذر 1350 رضا به گرمابه جعفری میاد. مأموران میخواند همراه او وارد بشوند. رضا میگوید که شما وارد بشید. لو میره و میفهمند که من دنبال احمد اومدم، بذارید من برم ببینم چجوری هست و بعد میام به شما خبر میدم. مأمورین ساواک دم در گرمابه معطل میمانند. رضا از در گرمابه وارد میشود و از در دیگر موتورسیکلتی آماده بوده که در کوچه کشت که او رو به سرعت از منطقه دور کرد و به این ترتیب در شب 27 آذر 1350 رضا رضایی در خانه‌های چریک‌های مجاهد خلق به سر میبره در امن و امان و به این ترتیب یکی از بزرگترین ضربات سیاسی، روانی و تشکیلاتی به ساواک وارد میشه و به همین دلیل داستان سرایی هایی ساواک میکنه که اسنادش رو بعضی ها در این کتاب هایی که در داخل ایران درباره مجاهدین نوشته شده هم روایت میکنن که گویا ساواک رضا رضایی همکاری کرده با ساواک و ساواک او رو آزاد کرده و اینها همه تلاش های ساواک هست برای اینکه اون شکست بزرگش رو در پیش سایر مقامات از جمله مقامات بالای حکومتی لاپوشانی و پنهان بکنه و میدانیم که ساواک این کار رو میکرد، سالهای بعد هم کرد. یعنی اون اسنادی که بعداً مدعی می شود که رضا رضایی قول همکاری داده که اسلحه ها رو بیاره و قول همکاری داده و همکاری کرده و ما اونو آزادش کردیم، این سندهایی است که در واقع برای جلوگیری از آبروریزی ساواک در مقابل سایر ارگانهای حکومتی است. و جالبه بدانید که یکی از اینها امضای عضودی ناصری معروف، سرشکنجهگر بسیار خشن بعدی رو داره که اسنادش هست و وانمود میکنه که او یکی از کسانی بوده که فریب این طرح رو خورده. همچنان کسی به نام منوچهری اوین، ما 2 تا منوچهری داشتیم، یکی منوچهر وظیفه خواه که انسان وقیح و شکنجهگر وحشتناکی بود در کمیته مشترک و دیگری هوشنگ ازغندی که اسمش اصلیش بود و اسم واقعیش، اسم سازمانیش توی ساواک منوچهری بود. او قدیمی تر بود، خطرناکتر بود، سیاسی بود و او جان به در برد و بعدها در اروپا، آمریکا جان فوت کرد و از دنیا رفت. فرار رضا به این ترتیب
رضا بلافاصله وارد مرکزیت سازمان شد، مرکزیتی که اون موقع با احمد هست، با بهرام آرام هست و با کاظم ظلموار. اینها 3 نفر اصلی مرکزیت هستن. رضا به اونها اضافه میشه و تا زمان 11 بهمن که تاریخ جان باختن و کشته شدن احمد رضایی هست، می شود گفت در این دوران قوی ترین مرکزیت سازمان هست. برادران رضایی و بهرام آرام و کاظم ظلموار. فرار رضا آغاز، اگر بخوایم کمی هم به مسئله به لحاظ تبلیغاتی برسیم، آغاز حماسه خانواده رضایی هاست که در واقع فرار رضاست، بعد شهادت احمد هست، اولین شهید سازمان، بعدتر دستگیری مهدی رضایی است، در حالی که 20 ساله هست اعدام میشه. درست 20 سالش بود که اعدام میشه و دفاعیاتی که میکنه در دادگاه علنی و بعدتر هم خود درگیری های رضا. به این ترتیب رضا وقتی که از زندان آزاد شد به این وجه چندین دستاورد رو با خودش بیرون آورد و بله، چندین دستاورد رضا داشت از این آزاد شدنش. و انعکاس فرار رضا در لومون این داستان رو یک داستان از زمره داستان‌های 1001 شب توصیف کرد و این واقعیتی بود که خود این فرار میتونه به مثابه یک عمل نظامی مورد تلقی شد و قدرت چریک‌ها رو نشون داد که میتوانند از دست ساواک فرار کنند. یک امید و خوشحالی زایدالوصفی در میان همه نیروهای طرفدار سازمان در دانشگاه‌ها و لایه‌های گوناگون جامعه به وجود آورد. رضا بعدتر نامه‌هایی نوشت، گزارشاتی داد که از جمله این نامه‌ها و گزارش‌های رضا در مطبوعات بین‌المللی، در کنفدراسیون جهانی دانشجویان در خارج کشور به طور وسیع و در نشریات فرانسوی لوموند و دیگر روزنامه‌های چپ در اون روزگار منعکس شد و رضا در این نامه‌ها شکنجه‌ها رو توضیح داد و اولین بار بود که اسامی واقعی شماری از بازجویان رو هم از طریق نامه‌های افشاگرانه رضا رضایی به بیرون رسید و به راستی می شود گفت که یک ضربه سیاسی بسیار سنگینی برای ساواک بود. و اما اشاره خواهم کرد به قسمت‌هایی از نامه‌ها در ادامه براتون خواهم خوند. نامه‌هایی می‌نوشت و افکار عمومی جهانیان رو به فرا می‌خواند و جمله معروفی داره که در نامه‌هاش میگه اگر می‌خواهید بدانید که 4 ساعت روی اجاق برقی سوختن اصغر بدیزادگان چه معنی دارد و چه دردی دارد، کافی است که انگشت کوچک خود را کمی با کبریت بسوزانید. و توضیحاتی که میده، اطلاعات و جنبندی های زندان رو همه با خودش از زندان بیرون میاره. و اگر از من بخواید بپرسید، که البته این نظر تنها خود من هم نیست، مهمترین دستاورد رضا این بود که غیر از این که خودش یک کادر برجسته‌ای بود به سازمان افزوده شد، مهمتر از او این بود که یک شناخت از ساواک و روش‌های ساواک از بازجویی، تعقیب و مراقبت و شکل‌های گوناگون و توضیحات مختلف درباره شکنجه و اینکه چگونه میتوان در مقابل شکنجه مقاومت کرد، تاکتیک‌ها و ترفندهای ساواک برای شکستن روحیه رزمنده و مبارز چیست، اینها همه دستاوردهای بسیار بزرگی بود که رضا با خودش بیرون آورد. و اجازه میخوام و خوشحال هستم که این جمله آخر رو بگم. یکی از مهمترین دستاوردهای رضا این بود که به نقش
دستگاه‌های الکترونیک و شنود در رابطه با حفظ سازمان بسیار وقوف پیدا کرد. به خاطرتون میارم که در سالهای 1147 تا 48 وقتی که استراتژی تدوین شد، گروه‌های مختلف تخصصی هم تشکیل شد. گروه تدارکات، گروه ایدئولوژی، گروه شیمی که بعداً گروه متفجرات هم بهش میگفتیم، یعنی آموزش‌های استخراج مواد منفجره از ساده ترین مواد موجود در بازار، نظیر کود شیمیایی یا کلورات پتاسیم یا استخراج اسید پیکریک که یک ماده بسیار منفجره قوی هست از طریق داشتن دستگاه‌های خانگی کوچک. و در این زمینه سازمان بسیار موفقیت‌هایی کسب کرد. در اون جمع‌بندی هم به تشکیل گروه الکترونیک و فنی اشاره میشه و من به عنوان یک حسرت میخوام به شما بگم که اگر در اون ایام این کار جدی گرفته میشد، با توجه به اینکه در اون ایام ما افراد کاملا مستعدی هم برای این مسئله گروه الکترونیک داشتیم، اما ذیل عنوان رفتن به فلسطین، آموزش دیدن فلسطین و مسائل بزرگی نظیر اون، مسئله گروه الکترونیک که کارش حفاظت از سازمان و شنود در واقع ساواک و دستگاه‌های دشمن باشه فراموش شد و اقدامی برای گروه الکترونیک صورت نگرفت. در دوران نزدیک به 4 ماهی که رضا با تیم‌های تعقیب مراقبت به خیابون‌های تهران می آمد، درک کرد روش تعقیب مراقبت ساواک رو، شناخت پیدا کرد روش دستگیری مبارزین رو و متوجه شد که بیسیم و دستگاه‌های بیسیم چه نقش بسیار مهمی بازی میکنه. به همین دلیل اولین توصیه رضا رضایی بعد از فرار از زندان تأسیس گروه الکترونیک بود که با تمام قوا، خود او هم شخصاً پشت این ماجرا بود و بعدتر به عنوان نفر اصلی که کمی بعدتر وارد مرکزیت میشه مجید شریف واقفی که هم در این زمینه درس خونده بود و تخصصهایی داشت، بعداً گروه الکترونیک تشکیل می شود با مسئولیت زنده یاد شریف واقفی، من، مرتضی هودشتیان و زنده یاد عبدالرضا منیری جاوید که اگر حالا نمیدونم فرصت بشه اینجا یا جای دیگه خواهم گفت که این گروه الکترونیک به دستاوردهای بسیار موفقی رسید، به طوری که برای مدت‌های طولانی توانست سازمان رو از ضربات ساواک حفظ کنه. دستگاه‌ها طوری بود که رضا ما دستگاه‌هایی رو که ابتدا اول اخبارش رو از خارج، بخشش هم از دانش داخلی پیدا کرده بودیم، بعد ساختیم، اینها رو خود ما می ساختیم با افزودن تیونرهای کوچکی در درون رادیوهای FM، پهناباند اونها رو زیاد می کردیم به طوری که می تونستیم باندهای بالایی و پایینی FM رو که اصطلاحاً پلیس باند بود یا باندهای تعقیب مراقبت باندهای پایینی بودند رو شنود کنیم و این گسترش شنود به چنان مرحله‌ای رسید که ما تمام مناطق ششگانه ساواک تهران رو، تهران از نظر تشکیلات اداری به 6 منطقه تقسیم شده بود برای ساواک. اینها مراکزی داشتند، مثلا ساواک بازار یا ساواک‌های مختلف، و ساواک اصلی هم تو همون جایی بود که بعداً وزارت اطلاعات جایگزینش شد و اینها روزانه گزارشات خودشون رو، چون تا کنون و تا اون موقع باورشون نمیشد، برای جلوگیری از بوروکراسی و کاغذبازی، برای سرعت عمل گزارشات روزانه اتفاقات حوزه مأموریتیشون رو به صورت تلفن‌گرام، این اصطلاحی بود که خود اونها میگفتن، اسم تلفن‌گرام، و گزارش پشت بیسی میخوان برای مرکز
و دستگاه‌هایی که ما ساخته بودیم همه اینها رو شنود می‌کردیم. بعداً دستگاه‌هایی ساختیم که همزمان با شنود ضبط هم می‌کنه و یک مجموعه عظیم اطلاعاتی بود که یکی از کارهای خود من مخدوش کردن اطلاعات بود. یعنی اطلاعات اینقدر دقیق بود و ریز از تحولاتی که ساواک گزارش میداد. یعنی مثلا یک اعتراض بود در حلبی آباد یا جاهای مختلف از منطقه جنوب، من یکی از وظایفم این بود که اینها رو اون دقت کاملی که ساواک داره رو از بین ببرم، جملات عبارات رو عوض کنم، بخشیش رو حتی نادقیق بکنم، چون بعداً ما اینها رو قرار بود به صورت میکروفیلم تهیه می‌کردیم باز در گروه مجید شریف واقفی و میفرستادیم به رادیوهای خارج کشور، به یارانمون که اونجا بودند و از رادیوی میهن پرستان و یا سایر رادیوها خونده بشه. این یکی از بزرگترین دستاوردهای رضا بود و رضا جمله معروفی داشت که اسم این دستگاه رو هم صامت گذاشت. خود رضا این نامگذاری رو کرد. صامت یعنی اینکه فکر کنم یعنی ساکت، حالا یعنی یک دستگاهی است که خموش هست، ولی خموشی هست که سراپا گوش هست و تمام اکیپ های عملیاتی ما شنود می کردیم. بعدا اکیپ های تعقیب مراقبت رو شنود می کردیم. بعدا از این دستگاه ها ما به رفقای فدایی هم دادیم و جان بسیاری از افراد نجات پیدا کرد و خود این البته داستان طولانی است. بسیاری از مکالمات اکیپ ها رو همون موقع ما ضبط کردیم و میفرستادیم به خارج کشور که برای روز مبادا که بعدها تراب حقشناس بخشی از اینها رو داره. ما حتی تلفن‌های مقامات برجسته رژیم شاه رو شنود می‌کردیم، از جمله تلفن دکتر اقبال، تلفن بیسیمی بود اون موقع، و تلفن مجید مجیدی رئیس سازمان برنامه بودجه بود یا وزیر بود، بین من تردید دارم، به مجلس رفته بود و لایحه‌ای رو داده بود برمیگشت. همه اینها رو ما شنود می‌کردیم. حتی روابط غیر اخلاقی بعضی از اینها که تماسایی می‌گرفتند و تقاضاهایی داشتند و چاقکن‌هایی بودند که براشون کارگران جنسی بگیم، حالا هر ترتیب یا عنوان دیگه بگیم، تهیه می‌کردن، اینها رو هم ما ضبط می‌کردیم. رضا اهمیت این دستگاه چنان بود که رضا گفت که این یک اطلاعات استراتژیک هست و اطلاعات استراتژیک یعنی اینکه اهمیتش از اعضای مرکزیت هم مهمتره و هر طوری شده به هیچ وجه این اطلاعات نباید لو بره و همینم باعث شد که در مدت طولانی که این دستگاه ها رو ما داشتیم و ساخته بودیم واقعا ما ضربه نخوردیم. خود لو رفتن رضا و جان باختن و شهادتش یک امر کاملا تصادفی بود و رضا که اونجا حالا شاید در ادامه صحبت و یا فکر نمی کنم در نوبت بعدی در جای دیگر در پرسش و پاسخ ها به او اشاره کنم، کاملا تصادفی بود. آمده بودن دنبال چیزی و متاسفانه قلابشون رضا رو گرفت در 25 خرداد 1350. به هر حال اون چی که از رضا و کارکرداش هست بسیار مفصله. بله من نگاهی ساعت میکنم ببینم چقدر دیگه وقت دارم. دستاوردهای رضا بسیار زیاد بود. توانایی سازماندهی فوق‌العاده‌ای داشت در رفتار با یاران و بچه های سازمان، کماکان اون سنت نظرخواهی رو رعایت میکرد. خاطرم هست و به روشنی خاطرم هست که بعد از فرار رضا، این نکته رو هم بگم، این نکته بسیار مهمیه، بعد از فرار رضا بحثی در درون سازمان در گرفت که اگر رضا ضربه بخوره غیر از ضربه خوردن خودش یک ضربه استراتژیک هم ما میخوریم، به خاطر اینکه اثرات یأس بعد از ضربه وجود میاد و بنابراین کادرهای سازمان از جمله من پیشنهاد دادیم که رضا به خارج بره
و خواستار شدیم که رضا به خارج بره. رضا قبول نکرد و رأی گیری کرد. قرار شد در سازمان رأی گیری بشه. در یک سازمان چریکی رأی گیری البته زیر یه سقف صورت نمیگیره، ولی من خبر دارم رأی گیری صورت گرفت. از تعدادی کادرهایی که در موقعیت رأی دادن بودند، از جمله من هم سوال کردند و گزارش رو بعداً من شنیدم که قریب به اتفاق ما خواستار این بودیم که رضا از ایران خارج بشه. این یه سنتی بود تو کار ما. حالا بعداً هم میبینید ما مثلا ستوان احمدیان که هفته پیش هم جان باخت، اون افسر زندان ساری که شهرام رو فراری داد، هم بچه ها تصمیم گرفتن که او رو به خارج بفرستند. البته فرق بود، تفاوت جدی بود بین ستوان احمدیان و رضا رضایی. رضا استدلال کرد که اگر من به خارج بروم دیگه قدرت اداره و رهبری سازمان رو نخواهم داشت و حد اکثر نقش پشتیبان خواهم بود. و درست، این استدلالش کاملا درست بود، حقم داشت و این استدلال همه ما رو در واقع در ادامه قانع کرد که علیرغم ریسک موجود به هر حال رضا خودش مایل بود که در رهبری سازمان در داخل باشه. میگفت نمیشه، در خارج بود و رهبری کرد. فکر میکنم زمان من داره به آخر میرسه و یک چندم مطالبی رو که آماده کرده بودم رؤوسش رو براتون بگم نتونستم بگم. فقط یک نکته رو اشاره میکنم. من در سال 1355 در زندان اوین وقتی بودم، چون من یک روز قبل از فروردین من از کمیته مشترک رفتم اونجا و مسعود رجوی که نفر شماره 1 مجاهدین در زندان بود، من مأموریت داشتم، چون من قدیمی ترین فرد سازمان مجاهدین بودم که مدت طولانی ترین مدت رو داشتم در اون زمان آمده بودم به زندان. بنابراین قرار شد روزانه بین نیم ساعت تا 1 ساعت کل تحولات شهریور 50 تا اون سالی رو که به تحولات تغییر ایدئولوژیک انجامیده شده برای رجوی یک به یک به عنوان 2 نفره توضیح بدن و این توضیحات گاه در داخل بند بود، گاه در زمان هواخوری بود. به خوبی به یاد دارم که وقتی که همین داستان رأیگیری رضا و خواسته کادرها برای خروج رضا از کشور رو با او مطرح کردم، او پرسید خب چی شد؟ من گفتم رأی عمومی این بود که بچه‌ها گفتن که رضا باید بره خارج، ولی او پاسخ داد که در این صورت قادر به رهبری سازمان نخواهد بود و ما پذیرفتیم. به هر حال واقعیت بود و ما دچار کمبود نیرو بودیم. به خوبی به خاطر دارم که در حیات بند 2 زندان اوین رجوی به من گفت که رضا اشتباه کرد و او باید به خارج میرفت. این یک جرقه‌ای بود تو ذهن من از سال 1355 که این ذهنیت رو من دیدم که آقای مسعود رجوی از دورانی که هنوز در زندان هست، نگاه او با نگاه رضا، با نگاه حنیف نژاد، با نگاه احمد رضایی و با نگاه میهندوست ها متفاوته و به هر حال سیر حوادث نشان داد که آقای رجوی حاکم شد بر سازمان به عنوان نفر اول و این روش و منشی رو هم که آقای تقی رحمانی ابتدا گفتن به شکلی حاکم کرد. من سعی میکنم 1-2 فراز از گفته ها و نوشته های رضا رضایی رو که هم فضای اون سالها رو نشون میده براتون بخونم و این قسمت رو توی 4-5 دقیقه به انجام برسیم به قسمت دوم. رضا رضایی در نامه‌هایی که به بیرون میرسه خطاب به افکار عمومی ایران و جهان می‌نویسه: گوش‌های خود را خوب باز کنید و فریادهای جانخراش پاکترین فرزندان این مرزبوم را در زیر شکنجه‌های سبعانه ساواک بشنوید.
فریاد اعتراض بلند کنید و این فریاد را به گوش جهانیان برسانید. چشمان خود را باز کنید و به زخم‌های عمیق و بدنهای کبود شده از شلاق آنها نگاه کنید. برای آنکه معنای 4 ساعت روی اجاق برقی شکنجه دیدن را درک کنید، کافی است که آتش سیگاری را به دستتان نزدیک کنید. در جای دیگه می نویسه که ما در مجموع در زیر فشار فوق طاقت رژیم به سر میبریم که رژیم به هر قیمت مصمم به نابودی جنبش است. اگر این شرایط را از سر بگذرانیم، آزمایش بزرگی را از سر گذرانده ایم و بقای ما تضمین شده است. یه جایی بسیار زیبایی داره رضا، در جایی که میگه که مقایسه‌ای میکنه بین یک چریک رزمنده و یک مأمور پلیس، یک ژاندارم، و در نامش می نویسه که هر کس باید این امر برایش مسلم باشد که چریک انقلابی یک ژاندارم یا یک مأمور پلیس نیست. کور و بی هدف به هر جا حمله نمی کند، بلکه هدف مشخصی در پیش رو دارد. باید آنقدر شیوه و رفتار چریک بارز و نمونه باشد که به زودی هر کس بتواند بفهمد که فلان کار نمیتواند و یا میتواند کار چریک ها باشد. و همونطور که انقلابی بزرگ ماریگلا تاکید میکند، ماریگلا یکی از رهبران چریک های آمریکای لاتین است، تاکید میکند، میگوید که یک چریک شهری باید اصرار در بکار بردن شیوه های انقلابی در عملیات خود داشته باشد و به این ترتیب است که بین ما و یک ژاندارم و یا یک پلیس فرق هست. رضا توانایی های بسیاری داشت. دانشجوی پزشکی بود و با کار قالبگیری بسیار وارد بود تو دندان پزشکی و در تهیه بسیاری مهرهایی که جل می کنند نقش داشت. رضا همچنین طراح اصلی، یعنی یادگار رضا، آرم سازمان مجاهدین توسط رضا طراحی شد که با اون جزئیاتی که در توضیحش پیشتر گفتیم و بعدها در سال 53-54 تغییراتی پیدا کرد توسط جریان تغییر شهرام و باز دوباره بعد از انقلاب دوباره به شکل اولش برگشت. فوت رضا انعکاس بسیار گسترده‌ای در تقریبا در کشورهای اروپایی در روزنامه‌های چپ و یا بگیم مترقی اون موقع انعکاس پیدا کرد و همینطور در لبنان و در فلسطین هم بسیار صدا کرد و روزنامه‌های مختلفی به عنوان یک چریک ایرانی که در اردوگاه‌های فلسطینی مبارزه می‌کرده از او یاد کردند. نامه‌های رضا مفصل است، شاید من قسمت‌هایش رو بگذارم. یک گزارش روزانه‌ای از یک نوع زندگی در پایگاه‌های انقلابی میده که نشون میده که چه برنامه‌ریزی منظمی وجود داره و اینطور نیست که چریک‌ها همش در حال حول و ولا و ترس و نگرانی باشن. برنامه‌های کاری یک روز خانه تیمی رو توضیح میده و به این ترتیب دوره رضا رضایی یکی از دوره‌های خوب رشد سازمان هست که حالا در بعدش خواهیم دید که رضا تقاضای نیرو از خارج کشور میکنه و خواستار جمع‌بندی میکنه و داستانهایی که در جلسات بعد بیشتر به او خواهیم پرداخت. من اینجا ماجرای فرار رضا رضایی و نقش او رو فکر میکنم به اندازه کافی در موردش صحبت کردم. اشاره‌ای بکنم به دفاعیات رهبران دستگیر شده سازمان. میدونیم پیشتر گفتم که سازمان تا زمان دستگیری نامی نداشت و بعدتر در داخل کشور و در درون زندانها نام نهضت مجاهدین خلق یکی از نامها بود که این پیشنهاد فرستاده شد به خارج، در داخل بیرون زندان و بعداً دوره خود رضا هم این داستان ادامه پیدا کرد و در خارج هم در 20 بهمن اولین بیانیه سازمان داده شد که
مجاهدین خلق ایران. کلمه سازمان رو هم ما اون موقع نداشتیم. مجاهدین خلق ایران. در دفاعیات سازمان افرادی که دستگیر میشن به هر حال بر اثر تبلیغات بین المللی مؤثری که نیروهای وابسته به سازمان و همینطور خانواده ها در داخل کشور و شماری از نیروها، در اینجا باید از نهضت آزادی خارج از کشور به نیکی یاد بکنم که اونها با تمام قوا مدارک و آموزش ها و اطلاعیه های سازمان مجاهدین رو در اون ایام منعکس می کردند و اطلاعیه های سازمان رو با امکاناتی که داشتند منعکس می کردند. دفاعیات سازمان به همین دلیل اینجا مثل اینکه یک میکروفون بازه. حالا سازمان مجاهدین که وقتی که نام هست تصمیم میگیرن که از طریق دفاعیات اصول و ارزش‌ها و مبانی سیاسی، استراتژی و ایدئولوژیکی خودشون رو منعکس کنن به عنوان یک سند تاریخی. در واقع دادگاه رو تبدیل میکنن به دادگاه رژیم و در این کار به راستی موفق میشن. با این تاکید که حنیف نژاد تاکید میکنه که کادرهایی که قرار نیست، ما دو گونه دفاعیات داریم، دفاعیات ایدئولوژیک و یا دفاعی حقوقی. دفاعی حقوقی در چارچوب همون قانون خود حکومت هست و ماده فلان و غیر ذالک و مسائلی از این قبیل. اما دفاع ایدئولوژیک دفاع از ارزش‌هایی است که سازمان به خاطرش دست به عمل زده. تأکید حنیف نژاد و موافقت سایر یاران این هست که تنها اعضای کمیته مرکزی دفاع ایدئولوژیک بکنند و دیگر افراد دفاع حقوقی بکنند تا از این طریق محکومیت‌های کمتری بگیرند و در واقع زنده بمانند و بر ادامه جنبش تاکید می‌کنند. این تفاوت دیدگاهی است که ما اصل بقای پیشتاز رو ما بر او با درست نقطه مقابل دیدگاه ما بود نسبت به رفقای چریک فدایی. به همین دلیل اونها خیلی اوقات و گروه‌های چپ، بیشتر گفتم نظیر گروه ستاره سرخ، دفاعیاتی کردند یا کارهایی کردند، شجاعانه بود، در این تردیدی نیست، منتهای مراتب هیچ ضرورتی نداشت. حنیف نژاد به برادر کوچکترش احمد حنیف نژاد انتقاد میکنه که وقتی در دادگاه دربسته هستی و در میان مأمورین ساواک و ژنرال های شاهنشاهی، دفاع ایدئولوژیک تو چه ارزشی داره و به این ترتیب انعکاسی به بیرون پیدا نمیکنه. دادگاه اول سازمان در واقع رژیم یک حیله‌ای هم به کار میبره. دادگاه بنیانگذاران رو که حنیف و سعید و بلیزادگان و بعدتر رسول مشکین فام و بهروز باکری هست، اینها رو بعدتر تشکیل میده و اولین دادگاه رو در واقع دادگاه کسانی تشکیل میده که متهم ردیف اول ناصر صادق، متهم ردیف دوم علی میهندوسته، متهم ردیف محمد بازرگانی است، متهم ردیف دوم، متهم ردیف سوم مسعود رجوی است و ردیف چهارم علی میهندوست و پنجم منصور بازرگان و ششم مهدی فیروزیان. اینها متهمین ردیف اول در یک مجموعه هستند که بعد از او حسن راهی است، محمد تقی شهرام هست، محمد تقی شهرام، حسن راهی، مصطفی ملایری و محمد قرضی آخر همه این هاست که اونها در ردیف، در عکس‌های دادگاه هم هست، اونها در ردیف دوم می نشینند و 4 نفر اول یعنی صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست قرار بود که دفاع ایدئولوژیک بکنن. پرانتز کوچکی باز کنم که محمد تقی شهرام که جزء کادرهای درجه 2 بلکه 3 و دقیق‌تر بگویم درجه 3 اون ایام هست، مثل ما هممون کادرهای درجه 3 بودیم در اون موقع، خلاف ضابطه تشکیلاتی شروع میکنه به دفاع ایدئولوژیک کردن و به همین دلیل
تمام کسانی که همردیف او بودند بین 2 تا 3 سال محکومیت میگیرند، ولی محمد تقی شهرام 10 سال زندان میگیره و این در واقع یک پوان مثبت برای تقی شهرام نبود. این روحیه رو او بعداً در زندان هم در جاهای دیگه داره، درگیری هایی که میشه و به همین دلیل هم تبعیدش میکنن به زندان ساری و فراری که ماجرای صحبت های بعدیمون هست. و محمد قرضی هم اشاره کنم، در این دادگاه در واقع کسی هست که هیچ اتهامی بهش منتسب نمیشه و آزاد میشه. مصطفی ملایری محکومیت کوچکی میگیره و اون 4 نفر اول، مسعود رجوی یا در واقع کسی است که حکم اعدام میگیره، در دادگاه بعداً حکم اعدامش میشکنه و 3 نفر دیگر از یاران هستن که ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی تیرباران میشن. اما دادگاه اینها که عمدن پیشتر از دادگاه مرکزیت بنیانگذاران بود، به یک نوع گروکشی ساواک هست و ساواک شرط کرده که اگر به اعلی حضرت حمله نکنی، غیر از اون 3 شرطی که به حنیف نژاد گذاشتن در پیشتر صحبت کردم که اگر 3 تا شرط رو بگید اعدامتون نمی کنم که پیشتر صحبت کردم، در اینجا هم منوچهری ساواک خطاب به یاران میگه اگر به اعلی حضرت توهین نکنید محکومیت های سبکتری خواهید گرفت. و چون خبرنگاران بین المللی آمده بودن و اما خب این تصمیم عمومی بود، رهبری سازمان از که به شمول مرکزیت و بنیانگذاران اینها تصمیم به دفاع ایدئولوژیک میگیرن، هر کدام کاری رو بین خودشون تقسیم میکنن و این تقسیم کار به صورت این هستش که سعید محسن تا اونجایی که من خوب خاطرم هست تاریخ مشروطه رو بحث میکنه و از طریق مبارزات سیاسی مشروطه میرسه به ضرورت مبارزه مسلحانه. مسعود رجوی مسئله وابستگی رو مطرح میکنه، مسئله نفت رو مطرح میکنه. علی میهندوست روی استراتژی مبارزه مسلحانه و نقطه نظرات ایدئولوژیک سازمان بحث میکنه و هر کدام یک، البته نقاط مشترک در صحبت هم افراد وجود داره، ولی هر کدام یک ویژگی هایی دارن که این ویژگی ها در واقع می شود گفت که رادیکال ترین و حادترینش از آن علی میهندوست هست و پیچیده ترینش از آن مسعود رجوی است که در واقع کمتر نام شاه رو میاره، بیشتر به کمپانی های نفتی حمله میکنه، به استعمار و امپریالیسم حمله میکنه، به مزدوران دست نشانده امپریالیسم در منطقه اشاره میکنه و از جمله به کاوکی و دست نشاندگان دیگر منطقه نظیر ملک حسین حتی اسم میاره که اینها وابستگان شما هستند. مسعود رجوی جمله بسیار زیبایی داره که بعدها بسیار انعکاس پیدا کرد. ما که بیرون بودیم در دفاعیاتش میگه امروز در دنیا 2 جناح وجود دارد، در یک طرف محرومین، گرسنگان، آوارگان فلسطینی و مبارزین وجود دارند و در طرف دیگر اغنیا و صاحبان ناپاک فانتوم‌ها، چاه‌های نفت، ماشین‌های جنگی و کارخانجات عظیم نظامی. بین اینها هیچ رابطه و هیچ تفاهمی مطرح نیست. ما به این که در طرف اول قرار داریم افتخار می‌کنیم. ما به جرم خود افتخار می‌کنیم. ما به این که دست در دست چریک‌های ایران، مقصود فدایی‌هاست، برای نابود کردن امپریالیسم و صهیونیسم مبارزه می‌کنیم افتخار می‌کنیم. به غیر از نبرد یا تسلیم راه دیگری وجود ندارد. این یکی از فرازهای معروف دفاعیات مسعود رجوی است. در دفاعیات علی میهندوست یکی از فرازهاش اینه که دادستان به او میگه شما اسلحه خریدید از خارج، ارز کشور رو بردید بیرون، که خب این رو رجوی هم پاسخ میده و به تمسخر میگیره. فراموش نکنیم اون موقع
شرایطی است که کسی جرأت این حرف زدنها رو نداره و اینها به بهای جانشون این اقدام رو انجام دادن. علی میهندوست خطاب به دادستان میگه اگر همین الان مسلسل داشتم در سینه تو خالی میکردم. و این بعداً تیتر روزنامه‌های کیهان اطلاعات همون روز شد با تیتر درشت به نام علی میهندوست به ثبت رسید. به هر ترتیب هر کدام از یاران، مسعود رجبی بیشتر به مسئله نفت میپردازه، بیشتر به مسئله وابستگی میپردازه. خب در جاهایی آگاهانه دیپلماتیک به شخص شاه حمله نمیکنه، ولی دفاعیاتش یکی از برجسته ترین دفاعیات هست، باید این رو اذعان کرد. حالا اینو بعداً خواهیم دید که خب تفاوت مش و تغییر انسان به هر حال روزگاری میشه که امروز ایشون باید ازش پرسید که آیا شما تغییر کرده اید یا امپریالیست ها و صهیونیست ها شما تغییر کرده اید یا ملک حسین ها و مرتجعین منطقه، که خب این سوالی است که باید هواداران کنونی از ایشان بکنند. ناصر صادق هم دفاعیات قاطعانه‌ای میکنه و به این ترتیب هستش که خود این دفاعیات وقتی به خارج از زندان میرسه و بعداً به خارج از کشور یک تصویر مجاهدین رو به عرضه نشون میده. مسلمانانی انقلابی، طرفداران آزادی، طرفداران عدالت، طرفداران وحدت در مبارزه ضد امپریالیستی و خواهان ایرانی آزاد، حالا بگیم و مستقل. این فضای عمومی است و این دفاعیات بسیار در شناخته شدن سازمان تأثیر میذاره. جمله البته یکی از محورهایی که اونها در این دفاعیات به کار میبرند این هستش که تایید مشی مسلحانه است. خب امروز ما حتما میتونیم و باید به نقد اون روش ها بپردازیم، ولی در اون فضا اینها با قاطعیت تمام جانهای خودشون رو کف دست میگیرن. محمد بازرگانی در پایان دفاعیاتش میگه 65 سال از انقلاب مشروطه گذشته و دستاوردهای انقلاب مشروطه به غارت رفته و باید از طریق مبارزه مسلحانه این کار رو کرد و اضافه میکنه، میشه گفت آخرین کلامش هست: انفجار تجویز صحیحی است تا آنکه دشمن نابود باد. این شمه هم از دفاعیات بود. انعکاس فرار رضا و دفاعیات و مجموعه اینها سازمان رو در صحنه کشوری و در صحنه خاورمیانه منطقه و بعداً در میان نیروهای مبارز ایرانی خارج از کشور به عنوان یک نیروی مسلمان رادیکال با گرایشات چپ یعنی سوسیالیستی کاملا معرفی میکنه. من فکر کنم همینجا من صحبتم رو تموم کنم.